امیدوارم حالتون عالی باشه. کشوردوست هستم از ایزی اپلای، مشاور رسمی مهاجرت کانادا و عضو سازمان CICC. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم. آقای حامدی به زودی جوین میشه. صحبتمون امروز در مورد اقامت پس از تحصیل و کلاً گرفتن اقامت توی کشورهایی هست که به طور عمده افراد در واقع قصد مهاجرت توشون دارن. البته بخشی از این کشورها کشورهای دیگه هم هستن و تو این لایو ما مفصل میخوایم در مورد کانادا و آمریکا صحبت بکنیم و آلمان و ایتالیا. یک مقایسه کلی داشته باشیم که تو هر کدوم از این کشورها به طور معمول بعد از تحصیلتون یا تو حین تحصیلتون احیانا چطور میتونید به سمت اقامت دائم گرفتن برید، چند سال به طور معمول طول میکشه، چه راههایی به طور کلی وجود داره و اینکه این پروسه چقدر طول میکشه که به سیتیزنشیپ برسه. این در واقع مبحث اصلی امروز ماست. من افتاده توی در واقع حالا ماه‌های اخیر و حتی روزهای اخیر صحبت می‌کنیم. سلام اسلام، چطوری باشین؟ شب خیلی خوبی رو تا الان سپری کرده باشین و اوقات عالی داشته باشین. من اسلام حامدی هستم از ایزی اپلای. امشب همونطور که رولا جان گفت می‌خوایم حسابی در مورد بعد از تحصیلتون تو آمریکا و کانادا و آلمان و ایتالیا به خصوص چه اتفاقایی قرار بیفته صحبت کنیم. خیلی خوشحالم که داریم منظم هفتگی لایوها رو میریم و این حس مثبتی که از بچه‌ها میگیریم خیلی دوست دارم. مرسی. خیلی ممنون، مرسی اسلام جان. آره ما فقط من می‌خواستم خواهش کنم از بچه‌ها که به جای کامنت توی کوئسچن باکس سوالاشون رو بنویسن و از کلا سوالاتی که در واقع براشون مطرح هست رو توی کوئسچن باکس وارد بکنم و سوالای دیگه ای رو هم که احساس میکنم توی کوئسچن باکس هست و در واقع دوست دارن مطرح بشه حتما لایک بکنن که بالا بیاد. سوالی که زیر این پست گذاشته بودید رو ما دیدیم، سعی میکنیم تا جایی که ممکنه به اون سوالا تو خود صحبتامون بپردازیم، ولی سوالی که باقی مونده رو آخرش در واقعش مفصل صحبت میکنیم. با اجازهت من این کامنت ها رو میبندم و انشالله شروع میکنیم. با کجا شروع کنیم؟ خب در مورد آمریکا بچه‌ها کلا شرایط به این شکله که شما زمانی که حالا وارد آمریکا میشین، حالا با ویزای تحصیلی F1، زمانی که حالا درستون تموم میشه یه چیزی در بازه یعنی ویزاتون تغییر نمیکنه و نیازی هم نیستش که حالا درخواست خاصی بدین. یعنی رو همون ویزای F1 شما اجازه موندن دارین، فقط استاتوستون عوض میشه، یعنی وضعیتتون در اون زمان تغییر میکنه و 18 ماه قابلیت این رو داری که تو اون وضعیتی که بهش میگیم به اصطلاح OPT مخفف Optional Practical Training شما فرصت دارید کار پیدا کنید که این 18 ماه هم قابل تمدیده. یعنی مثلا تو اون 18 ماه شما نتونستین کار بگیرید، این قابل تمدیده، یعنی یه 18 ماه دیگه هم میتونین این رو تمدید کنین، یعنی تا سقف حتی 3 سال این اتفاق میتونه بیفته، ولی خب کم پیش میاد دیگه، چون بچه‌ها حالا یا تو ساینسن اکثرا دارن میرن یا رشته فنی مهندسی و زیستی و بیولوژیکی و اینها و حتی بچه هنری، اینها غالبا دیگه مثلا تا 1 سال 1 سال نیم میتونن کار بگیرن که شروع به کار میکنن. بعد از طریق اون در حقیقت شرکت که اسپانسرش میشه، خود شرکت میاد اپلای میکنه بعد از یه مدتی، حالا تا پایان اون سال یا نهایتا سال بعدیش اقدام میکنه برای تغییر ویزاتون و ویزاتون هم به H1B تغییر پیدا میکنه. این خلاصه بعد از تحصیله که حالا چیزیه که محتمله، یعنی بیشتر بچه‌هایی که وارد آمریکا میشن شاید بالا 50% یا حتی بالای 50% شاید وضعیت پابلیکیشن رکوردی خیلی خفنی ندارن، یعنی مثلا یه چیز نرمال نه، شاید مثلا یه دونه دو تا پیپری بدن که خیلی هم ارجاعاتی نداشته باشه و خیلی هم مثلا مستر میرن، مثلا مستر بیزینسی چیزی میرن یا مثلا مستر مهندسی. اینجا دیگه باید وارد پروسه کار شدن، کار گرفتن و مالیات دادن و اینها بشن تا
بتونن امتیازات خودشون رو ببرن بالا و اون اقامت دائم رو بعد از چند سال بگیرن. حالا فعلا سقف گرین کارت ها بر نداشتن. اگر اون قانون زیاد که بردارن یه مقداری ممکنه زمان بر بشه. الان رولا جان برای ما ایرانی ها با شرایط الان، با شرایطی که الان داریم، اگر سقف ها رو بر ندارن، یعنی اون هندی ها و چینی های عزیز که بلخص هندی ها، یعنی اون مشکل من معضل اصلی تعداد زیادی از هندی هایی که تو صفن، یعنی 10 سال 12 سال تو صف گرفتن گرین کارت هم در زمانی که دارن کار میکنن، اگه این سقف رو بردارن خیلی بزرگ یه مقدار ممکنه به هم بریزه. ولی این بکنم یه 7-8 سالیه ماجراش هست و فعلا عملی نشده. 2 سال پیش خیلی جدی سفت و سخت میخواستن انجام بدن که خدا رو شکر نشد. الان رو چقدر، یعنی به نظرت الان فکر میکنی تا 3 سال و نیم از زمانی که شروع کنن به کار میتونن بچه‌ها گرین کارت رو بگیرن؟ معمولا هست، معمولا این عدد منطقیه، معمولا حتی زودتر هم اتفاق میفته، بستگی به این که حالا کارفرماشون که اقدام بکنه چقدر موفق باشه، چقدر بزرگ باشه. از زمانی که طرف شروع به کار میکنه یه بازه بین 3 سال تا 4 سال و نیم برای ما ایرانی‌ها یه عدد منطقیه که بتونه طرف برای گرین کارت اپلای کنه و اینها روش‌های نرمالیه که در واقع میشه برای در مهاجرت آمریکا اقدام کرد و گرین کارت گرفت. یه روشی که خیلی حالت میانبره و خب استعدادهای بالقوه‌ای در ایران وجود دارن که خب خیلی تو ایران زحمت کشیدن، درس خوندن سالهای سال و یه جایی میرسه که باید اون نتیجه رو هم داشته باشن دیگه. یعنی اون ریسرچ های زیاد به خصوص بچه‌ای که حالا فوق لیسانس دارن یا حتی بچه‌ای که دکترا دارن برای فرصت مطالعاتی یا پستاک وارد آمریکا میشن، یه روش بالقوه‌ای وجود داره که فارغ از این اون بحث که درستون تموم میشه و بریم برای کار گرفتن و ویزای H1B و مالیات دادن چند سال و وارد پول اون امتیاز جمع کردن برای اینکه بتونین در نهایت الیجیبل بشین برای اپلای برای گرین کارت، یه روش میانبری وجود داره برای بچه‌ای که حالا علاوه تحصیلی قوی ان و ریسرچ کارشون با ریسرچ در ارتباط بوده و مقالات خوبی داشتن. روش NIW یه مخفف National Interest Waiver، یعنی یه جوری استعدادهای بالقوه، یعنی هر نوع استعدادی که به یه نحوی میتونه خدمت رسانی خاصی به حالا آمریکا بکنه، به کامیونیتی بزرگ آمریکا بکنه. اینها یه روشیه که از طریق NIW دولت اومده این رو ایجاد کرده که آقا شما میتونید خیلی سریعتر به اون اقامت دائم برسید. این چجوریه؟ اینجوریه که شما حالا برای ما که داریم صحبت میکنیم بیشتر اون بحث تحصیلی مطرحه، ما میایم از طریق حالا پژوهش و اینها صحبت میکنیم، وگرنه NIW روش‌های دیگه‌ای داره، شاید قهرمان‌های ورزشی بتونن اقدام کنن که خیلی مورد صحبت ما نیست فعلا، کما که خیلی از ایران هم تو این چند سال قهرمانامون رفتن و تونستن بگیرن. ولی ما فعلا تحصیل رو داریم میگیم که چجوریه. حالا این امتیازش چجوری محاسبه میشه خیلی جزئیات داره که چجوری الیجیبیلیتی شما رو میسنجن که اون زمان این شرایط رو داشته باشین یا نه. ولی یه چیز نرمی که الان وجود داره اینه که خیلی مهمه در واقع یه قسمت‌هایش حضور شما در آمریکا، یعنی اقدام کردن برای NIW یه حالت 2 مرحله‌ای داره، یعنی که خیلی مهمه که شما مرحله دومش تو آمریکا باشین و از طرف این که ما ایرانی‌ها خیلی راحت نمیتونیم ویزای آمریکا بگیریم با دلیل‌های خیلی عادی که شاید از همه جای دنیا ملت میگیرن، شاید یکی از اروپا خیلی راحت بتونه بره، یکی از شما کره و ژاپن بتونه راحت بره. ما ایرانی‌ها ویزیتوری و مثلا ویزای کار از ایران و اینا خیلی پروسه راحتی برامون نیست که وارد آمریکا بشیم. پروسه راحتمون هم تحصیلیه. برای تحصیلی حالا یا ویزای دانشجویی حالا F1 فوق لیسانس دکترا یا
دیوان پستاک یا فرصت مطالعاتی. این روشیه که خب خیلی راحت‌تر برای ما ایرانی‌ها و همتون اکثر غریب اتفاقتون هم دنبال همچین برنامه‌ای هستین، حالا حداقل شماهایی که چند سال ما رو دنبال می‌کنید. خب طبیعتاً برای اینکه بتونید تو مرحله دوم وارد آمریکا بشین، بهتر این که از اول برنامه‌ای داشته باشید که یه نحوی وارد آمریکا بشین. حالا یکی دانشجو دکترا الان اینجا میخواد فرصت مطالعاتی بگیره وارد شه، یه دوره 1 ساله، یکی دکتراش تموم شده برای پستاک میخواد بره، یکی اصلا دانشجو دکترا میخواد بشه تازه، مثلا مسترزش تموم شده میخواد وارد پی اچ دی بشه. شما وقتی وارد میشین، این قول مرحله اولش که وروده رو گذاشتین کنار و راحت وارد شید. وقتی وارد میشین باید یک شرایطی داشته باشین. حالا شرایط میگم این خیلی جزئیات داره. حالا وکلایی که توی امریکا وجود دارن مثلا کارشون اینه، وکیل و پروانه وکالت داره تو امریکا، اصلا کارش هم هر کاری هر وکالتی هم نیست، اصلا تخصصش تخصص در نایبلی، چون اصلا واسه نیست، فقط نایبلی انجام میده که اصلا نمیده دنبال کار دیگه. اون میاد امتیاز شما رو اون موقع برآورد میکنه. حالا من یه چیز کلی میگم که الان یه شمای کلی تو ذهنتون بیاد که بدونید که حدودی چی کار باید بکنین که اون تایم که خواستین وکیله رو بگیرین، حالا باشه مشورت بگیرین، یه مشاوره بگیرین که اصلا بهتون بگه الان با این شرایط الیجیبل هستین یا نه، و بعد اقدام کنین. الان یه شمای کلی بهتون میگم که اون تایم دیگه خیالتون راحت بشه. ببینید کلا سیستمش اینجوریه که اون زمانی که میخواین اقدام کنین، فرض کنید الان تو آمریکایین، به هر دلیلی وارد شدین، به هر شکلی تونستین وارد شدین، اون زمان شما کاری که انجام میدین اینه که حدود 2 الی 3 تا مقاله ژورنالی نسبتاً با کیفیت تو 3 سال اخیرتون پابلیش کردین و ترجیحاً چیزی که حالا من تحقیق کردم اسم اول و دوم بودنه، این مثل که خیلی تاثیر خوبی داره. بعضی جاها هم ممکنه حتی یه مقاله اسم اول یا دوم باشین، چند تا مقاله باشین که اسم حتی سوم به بعدم باشین، هم باز میتونین الیجیبل باشین. چیزی که من این چند وقت تحقیق کردم، بچه‌ای که الیجیبل میشن هولوش 2 الی 3 تا مقاله با کیفیت ژورنالی تو 3 سال اخیرشون پابلیش کردن، بالای 24-5 تا سایتیشن مجموع مقالاتشون خورده باشه، معمولا الیجیبل میشن. حالا از این عدد هرچی بیشتر بشین احتمال موفقیتتون بیشتره. حالا نکته‌ای داری تا یه کوچولو دیگه هم پروسه‌شو توضیح بدم، بعد بریم دو فقط یه ریویو کنیم، برگردیم. OPT اولیه که صادر میشه، اون آپشنال پرکتیکال ترینینگ که بعد تحصیل صادر میشه 12 درسته؟ من گفتم 12 میشه، نه 18 درسته؟ 12. آره فکر کنم این شده لوپی بود. آره 12 ماه که بعد تمدید میشه واسه رشته هایی که در واقع استم مخففش هست، ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، متماتیکس. اینا تمدید میشه تا 3 سال میتونه در واقع ادامه پیدا کنه. همونطور که اسلام گفت این فرصتیه برای اینکه شما کاری پیدا بکنید که اون کارفرماتون برای ویزا H1B تون اپلای بکنه و ویزای کار براتون بگیره. ویزا H1B تون براتون بگیره. بعد اون عدده این که داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم، وقتی که کار بگیرید کی میرسیم بگیرین کار، این خیلی مهمه که در واقع کی تو این بازه اون ویزا H1B گرفته میشه. چون ویزا H1B هم یه حالت لاتری توری داره. ممکنه سال اولی که اقدام میکنن بسته به زمانی که شما کار میگیرید و بسته به اینکه حالا اون کارفرما که براتون اقدام میکنه و چقدر این هماهنگی‌ها درسته و بسته به اینکه حالا زور کارفرما چقدر زیاد باشه، شرایط چه جوری باشه اون موقع تو آمریکا، یه سری از این H1B ها ممکنه که موفق نشه و برسه به سال بعدش. معمولا دیگه تو 2 سال این اتفاق میفته، ولی بسته به اینکه کی H1B میگیرید این مدت 3 سال و نیم ممکنه کم و زیاد بشه. پس نتیجتا حالا قبل از اینکه اگه NIW رو در نظر نگیریم که خیلی در واقع سیستم خوبی اسم مفصل توضیح دادن در موردش، از این طریق معمولتر افراد اگه بگیم یه فوق لیسانس 2 ساله بخونن و بعد مثلا 1 سال طول بکشه مثلا که در واقع H1B رو بگیرن و بعد 2 سال بعد از اون طول بکشه که در واقع این کارت رو بگیرم، یک بازه 5 ساله حالا حدوداً ممکنه یکم کمتر بشه و طبیعتاً ممکنه که بیشتر بشه. گاهی اوقات بیشتر میشه. طبیعتاً اگه شما 5 سال دکترا بخونین این عدد میشه حداقل 8
گاهی اوقات ممکنه بیشتر هم باشه. یا اینکه اگه یه مستر یه ساله بخونید مینیممش کمتر میشه، مینیممش میشه تو ممکن نزدیک 4 بشه. یعنی این خیلی به دوران تحصیلتون وابسته است، به کمپانی که بعدش کار پیدا می‌کنید، کی کار رو پیدا می‌کنید، کی H1B رو میگیرید و چقدر طول میکشه از H1B بگیرین کارت برسین. این عدده یه چیزی نزدیک مثلا فرض کنید از بین 4-5 ممکنه تا 8-9 در واقع متفاوت باشه واسه رسیدن به گرین کارت. و از گرین کارت به بعد هم واسه گرین کارت اقامت دائم آمریکاست اگر نمیدونید. برای اینکه گرین کارت برسه به سیتیزنشیپ معمولا 5 سال طول میکشه. یعنی این عدد برای رسیدن به سیتیزنشیپ، گرچه در نظر داشته باشین که این سیتیزنشیپ نسبت به گرین کارت داشتن تو آمریکا حقوقش اونقدر فرق نمیکنه، فقط یه بحث رأی دادن هست و بحث پاسپورت هست مهمه، ولی شما با اون گرین کارت هم میتونید کار کنید تقریبا حمله اصلا هم سیتیزن فقط میتونه داشته باشه که خیلی به کار ما نمیاد چون اصلا اعتقادی نداره. آره منظور اینه که چیزای خیلی محدودی هستش که در واقع نیاز باشه، یعنی در واقع فرق بکنه. بخاطر همین گرین کارت خوبه، ولی در نظر بگیریم که این عددا بگم اینا جوابی هم جوری که 2 مرحله یه اپرووال اولیه شما میگیرین ابتدا که در واقع این خیلی متغیر، یعنی بازه زمانیش از 1 ماه ممکنه طول بکشه تا مثلا 5-6-7 ماه هم ممکنه بره. پس به چکای امنیتی بعضا میخورن اینا ممکنه یه مقدار طول بکشه. و مرحله دومش اونجا دیگه تقریبا قطعیه، یعنی اپرووال اولیه رو طرف میگیره یه بازه دوباره 6-7 ماه نهایتا تا 1 ساله دیگه گرین کارتش میاد. یعنی تقریبا خیلی سریعه، یعنی بین 1 از ابتدای پروسه اقدامش و سابمیتش تا در گرفتن گرین کارت بین 1 سال تا 1.5 سال شما تقریبا میتونید با اینایی در ولی گرین کارت بگیرین. حالا این نکته خیلی جالبش اینه که خیلی نمیدونن اینو و واقعا هم چیزیه که من واقعا میانگینه کاملا ممکنه بیشتر یه عدد میانگینه و یه مقدار هم هزینه بره دیگه. معمولا وکلایی که اونجا پرونده شما رو قبول میکنن ببرن جلو یه کف داستان بین 4-5 تا 8-9 هزار تا فیشونه، یه چیزی بین 2000 تا 3500 تا تقریبا فی اداره مهاجرت، تقریبا بین 7 تا 10 هزار دلاری اونجا باید هزینه کنید، ولی خب خیلی ارزش داره. طبیعتا. اوکی، خیلی عالی، خیلی عالی. بریم سراغ کانادا. اگر بخوایم بریم سراغ کانادا، خب نیا کنید تو روش‌های مهاجرتی کانادا، خب ما 2 دسته می‌کنیم، همیشه در موردش صحبت می‌کنیم. دسته اول دسته روش‌های فدرال هست، روش‌هایی هستش که دولت فدرال کنترلش می‌کنه و شما تقریبا همیشه می‌تونید واسه روش‌های فدرال اقدام بکنید. فقط باید نشون بدید که قصد این رو دارید که تو یک جای غیر از کبک برید زندگی بکنید. حتی تو کبک هم باشید میتونید در واقع اقدام بکنید، ولی قصد تک کبک رو باید نشون بدید که دارید. اینم جزئیات داره، حالا بعداً شاید ویدیو درمونش ساختیم، ولی کلا به درد همه میخوره. 2 تا روش اصلی هست برای عمده افرادی که وارد کانادا میشن برای تحصیل. یکی از این 2 روش اصلی که حالا یه روش سومی هم هست، اون هم بد نیست. این 2 روش اصلی اولیش یک روشی هست به اسم نیروی کار ماهر فدرال یا فدرال اسکیل ورکر، مخففش میگیم FSW، که توی این روش شما حداقل باید 1 سال سابقه کار خارجی داشته باشید. خب و بر اساس سن و در واقع مدرک تحصیلیتون، بر اساس سطح زبانتون، بر اساس خیلی فاکتورهای متفاوتی متعددی که وجود داره، اینکه برادر خواهر توی کانادا دارید که سیتیزن باشن یا پی آر باشن، به اینها وابسته است و یک امتیازی رو در نهایت شما میارید و این امتیاز رو بعد از اینکه آوردید یک استخری هست، حالا اصطلاحا میگم پولی هست از متقاضی‌ها و هر تقریبا گاهی اوقات هر هفته، گاهی اوقات هر 2 هفته، حالا یکم بالا پایین، افرادی رو در واقع از اینها انتخاب میکنه اداره مهاجرت و دعوت میکنه به اینکه اقدام بکنه، اپلای بکنن واسه اقامت دائم و بعد از اون در واقع بهشون اقامت دائم. حالا به طور معمول این روشی است که شما اصلا تحصیل کانادایی لزوما نیازی ندارید. ممکنه شما از ایران نشسته باشید و برای این روش اقدام بکنید. بخاطر همین خیلی وقتا افراد میگن که من چطور میتونم الیجیبل بشم تو دوران تحصیلم، چه دوران تحصیل ارشد چه دوران تحصیل در واقع دکترا، برای اینکه اقامت دائمی کانادا رو بگیرم. این روش FSW روش اصلی هستش که شما میتونید ازش اقدام بکنید، یا اینکه خودتون
به هر نحو الیجیبل باشید ولی اون دکترا و ارشدی که دارید توی کانادا میخونید کمکی بهتون نمیکنه، یا اینکه اگر متأهلین همسرتون در واقع تو اون 1 سال یا اون 2 سال در واقع حالا مثلا امتحان زبانش رو بده و فلان اینا الیجیبل بشه که اقدام بکنه، یا اینکه کارهای دیگه بکنه که بتونه الیجیبل بشه اقدام بکنه، حالا از روش دیگه‌ای که CEC هستش اون رو توضیح میدم جلوتر. این FSW به طور معمول خیلی سخته که افراد بتونن براش الیجیبل بشن. افرادی هستن که الیجیبل میشن، یعنی کیا خوب واسه این FSW الیجیبل میشن؟ یکی افرادی هستن که در واقع 2 تا زبانو بلدن در حد خوبی، خب یعنی هم انگلیسی خوب بلدن هم فرانسه خوب بلدن. و اگر انگلیسی خوب بلد باشید، یعنی انگلیسیتون CLB 9 باشه، خب CLB 9 یعنی IELTS لیسنینگ 8 بقیه اسکیل حداقل 7 و در کنارش فرانسه هم بلد باشید و فرانسه‌تون هم میگم B2+، یعنی یه سطح خیلی خوبیه از فرانسه و اون هم اسکیل‌های مختلفتون همتون باید بالا باشه. اینجا یه 50 امتیاز اضافه تر از امتیازاتتون یهو بوست میشید میاد بالا و این خیلی کمکتون میکنه. یعنی اگه شما انگلیسی و فرانسه رو بلد باشین و عرضم به حضورتون که یک مثلا لیسانس ترجیحاً فوق لیسانس، اگر فوق لیسانس داشته باشین و 3 سال سابقه کار داشته باشین، تقریبا میتونم بگم که در هر صورت امتیازتون یعنی درآمدتون میاد بالا. حتی من در فرانسه اینو بگم سوال پیش میاد که من احساس میکنم جان یه لحظه قطع شدی. حالا من تا اینکه حساب فکر کنم یه مشکلی براش پیش اومد که چیز شد، ولی تا این بگم من اینجا بگم به نظر من یک روش که در واقع خیلی میتونه آینده دار باشه توی کانادا، همین الان ما داریم میریم به سمتش، حالا توضیح میدم چرا. الان داریم شاید وی پی ان آره قطع شد، یه بار دیگه بگو الان چی گفتی؟ چقدر تاثیر داره الان دارم روش‌های فدرال؟ آره بگو. آره میگم ببین شرط سنی اینی که تا زیر 30 سال باشین شما حداکثر امتیاز رو میگیرین، از 30 سال 5 امتیاز داره کم میشه ازتون. خب به خاطر همین این روش واسه کسی که مثلا بالای 40 سال خیلی سخته، باید خیلی خفن باشه که 40 سال باشه، ولی مثلا تا 30 سال خیلی ایدئاله. از 30 سال هم بسته به اینکه چقدر شرایطتون بقیه چیز خوبه ممکنه الیجیبل بشید. حالا چیزی که من داشتم میگفتم اینه که به نظرم حالا اینو میگه گوشه در نظرتون داشته باشین که اگه شما یه سطحی دارید فرانسه‌تون بهتر از انگلیسیتونه، یا اینکه در واقع میخواید شروع کنید مثلا زبان خوندن، دارید میگید اوکی من 4 سال دیگه 5 سال دیگه میخوام مهاجرت کنم بعد از اینکه مثلا لیسانسم تموم شد یا فوق لیسانسم تموم شد و نمیدونید کدومو مثلا بخونید، برای سیستم مهاجرت مستقیم کانادا، مستقیم پیار گرفتن به طور خاص فرانسه الان خیلی بهتره. حالا دلایل مختلفه که بهتون بگم، نه فقط برای که بک رفتن، اتفاقا برای در واقع اقدام برای سیستم‌های فدرال الان فرانسه خیلی شرایط خیلی خوبی داره تو میتونید باهاش هم واسه اونتاریو رفتن، حالا واسه بحث استانیش، و هم تو سیستم فدرال. حالا این کلیت قضیه است. خب کلیت قضیه اینجوریه که پس شما اگر از ابتدا بدون تحصیل بخواید اقدام کنید این روشتونه. این روش یه جای دیگه هم به درد میخوره، این که تحصیلتون تموم شده بلافاصله که تحصیلتون تموم شده مثلا یه فوق لیسانس تو کانادا بگیرید 30 امتیاز اینجا بهتون اضافه میشه. گاهی اوقات ممکنه شما امتیازتون همین الان نرسه وقتی میایید واسه تحصیل، ولی فوق لیسانس که تموم شد بلافاصله بعد فوق لیسانس شما تو FSW ممکنه الیجیبل بشید و در واقع اپلای کنید واسه اقامت دائم. از وقتی که اقدام میکنید الان خیلی خوب دارن بررسی میکنن، خیلی وقتا ظرف 6 ماه میتونین پیارتون رو بگیرید، بعضی وقتا در واقع حالا ممکنه برید تو بک‌گراند چک که عددش طولانی تر باشه، ممکنه تا 1 سال یا بیشتر هم طول بکشه، ولی الان عددایی که نزدیک به 6 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه اینطوریه نسبتا زیادن. بعدم این روش نسبتا سریعه که شما بلافاصله بعد تحصیلتون میتونید اقامت بگیرید، ولی این مستلزم اینه که عمدتاً یکی از شرایطی که میگم رو داشته باشین، یا اینکه در واقع شما زبانتون خوب باشه، یعنی تو انگلیسی فرانسه کاری ندارم، انگلیسیتون CLB 9 رو داشته باشین، یعنی آیلتس داشته باشید، بعد مثلا سنتون هم حدود 30 باشه یا کمتر، یا حالا مثلا 31 و 2 ولی خیلی بالاتر نباشه. از اون طرف هم فوق لیسانس رو داشته باشید، سابقه کار ایران هم داشته باشید. سابقه کار ایران هم 3 سال داشته باشید، 50 امتیازش رو فول میگیرید. خب اگر اینها رو دارین احتمالاً بلافاصله بعد تحصیلتون الیجیبل میشه، امتیازتون با قدی میرسه که در واقع اقدام بکنید بلافاصله بعد تحصیلتون و پیار بگیرین، یا اینکه ممکنه اینا رو داشته باشید یا ترکیبی از اینها حتی قبل از اینکه تحصیلتون تموم شه اقدام کنید از این روش FSW. حالا نکته‌ای که الان تو این اکسپرس انتری اتفاق افتاده، اکسپرس انتری یه چیز کلیه که این FSW زیرشه، زیر مجموعه‌شه، در مورد بقیه‌اش الان صحبت می‌کنم. اتفاقی که جدیداً تو این اکسپرس انتری افتاده چند وقتیه اینه که اومدن یه سری کاتگوری ها رو دسته‌بندی کردن، یه سری طبقه بندی. این طبقه بندی‌ها
حالا بر اساس عمدتاً رشته هست، یعنی یک در واقع کاتگوری در واقع بر اساس اینکه شما چه رشته‌ای دارید میخونید که انتخاب میکنن. دیگه قرار نیست هر کسی بالا هست رو انتخاب بکنن، میان در واقع سعی میکنن اون رشته هایی رو انتخاب بکنن که احساس میکنن بیشتر به درشون میخوره. خب که احتمالاً وقتی این سمت بریم، افرادی که مثلا رشته های مربوط به تکنولوژی و اینها رو خوندن احتمال داره با امتیازهای پایین‌تر درا بشن. یه طرف با امتیاز مثلا فرض کنید 450 وارد پول شده، یه نفر که امتیاز مثلا 460 تو اون درا نشه، ولی اینکه 450 مثلا درا بشه بخاطر اینکه رشتهش اینجوریه. یا اینکه باز فرنچ اسپیکینگ در واقع یکی از اون کاتگوری ها هست، یعنی در واقع دانش زبان فرانسه. بخاطر همین میگم فرانسه مهمه، بخاطر اینکه اونجوری هم ممکنه شما با دانش زبان فرانسه‌ای که دارید ممکنه امتیازتون از اون سطح معمول پایین‌تر باشه ولی باز درا بشید. این به این معنی نیست که درای عمومی نخواهند داشت، درای عمومی هم خواهند داشت، اما دراهای خاصی هم خواهند داشت که در واقع از این کسایی که فرانسه فقط بلدن میکشن بیرون، یا از این کسایی که در واقع توی رشته‌های خاص دارن کار میکنن، یا موارد دیگه. خب پس این رو هم در نظر داشته باشین که این هم در واقع در سال‌های آینده اتفاق میفته. حالا در سال‌های آینده که قراره از الان اتفاق بیفته، ولی اینکه حالا چجوری پیش بره و از کی دقیقاً شروع بکنن این کارو کردن ما نمیدونیم. این پس شد FSW. یه سیستم معمول‌تر و راحت‌تر دیگه که وجود داره CEC یا Canadian Experience Class. خب این Canadian Experience Class در واقع مشروط به اینه، یعنی اون شرط اصلیش اینه که شما 1 سال سابقه کار کانادایی داشته باشید. دقت بکنید این 1 سال سابقه کار کانادایی اگر همزمان با تحصیلتون باشه حساب نمیشه. یعنی همزمان با تحصیل اگر شما دارید میرید بیرون کار میکنید، پاره وقت خرجی تمام وقت و اینا، تمام وقت که الان تو شرایط خاص بعضیا میتونن با استادی پرمیت هم تمام وقت کار بکنن، ولی به طور معمول 20 ساعت وقت بیشتر نمیتونید کار کنید. این 20 ساعت وقت رو جمع بکنید 1560 ساعت وقتی استادی پرمیت دارید الیجیبل نیستید، حتی اگه ورک پرمیت هم داشته باشید. الان خیلی از افرادی که در واقع دانشجویان تو کانادا با این سیستم جدیدی که اومدن واسه ورک پرمیت اقدام کردن، خیلی هم ولی ورک پرمیت هم دارن، فول تایم میتونن کار بکنن، کارفرما راحت‌تر بهشون کار میدن، ولی این کاره توی سیستم، یعنی سابقه کار کانادایی واسه اقامت دائمشون حساب نمیشه. اینو دقت بکنید. حالا شما به فرض اینکه درستون تموم کردید، استادی پرمیتتون تموم شد، ورک پرمیتتون رو گرفتید، یه پست گریجویت ورک پرمیت. پست گریجویت ورک پرمیت هم اگه کمتر از 2 سال باشه تحصیلتون به مقدار طول در واقع تحصیلتون بهتون میدن، اگه بیش از 2 سال باشه 3 سال میدن بهتون معمولا. گاهی اوقات تو پروگرام‌های 1 ساله هم 3 ساله میدن، پروگرام‌های 16 ماه هم 3 ساله میدن، پروگرام‌های 18 ماه هم 3 ساله میدن. گاهی اوقات انتظار نداشته باشین، ولی رو اون پست گریجویت ورک پرمیت میرید، 1 سال کار میکنین و این 1 سالتون که پر شد الیجیبل میشید برای CEC، برای این Canadian Experience Class. اینجا امتیازتون خیلی یهو میاد بالا، چون 1 سال سابقه کار کانادایی امتیازتون خیلی میاره بالا. اینجا دیگه راحت تر درا میشید. باز اون مواردی که قبلا گفتیم توی این کاتگوری بیسا، یعنی مثلا رشتهتون رشته خاصی باشه ممکنه که زودتر در واقع درا بشین، یا اینکه فرانسه بلد باشید ممکنه زودتر درا بشید، اینا هم باز صادقه. غیر از اینها برای کسایی که سنشون معمولا بالای 40 که تو اینجا سخت میتونه امتیازشون برسه، روش‌های استانی خیلی روش‌های ایدئالیه. گرچه روش‌های استانی ممکنه واسه کسایی که سنشون زیر 30 هم خیلی وقتا ایدئال باشه. مثلا فرض کنید روش اونتاریو ماسترز استریم که روش خیلی خوبیه و یه سری شرایط داره، مثلا اینکه رشته‌تون چیه، اگه رشته‌تون باز مهندسی و اینهاست یه امتیاز بیشتری دارین، اگه دانشگاهتون خارج تورنتو امتیاز بیشتری خواهید داشت، اگر ارزم به حضورتون که مثلا زبانتون نمره خوبی داره امتیاز خوبی خواهید داشت. یعنی این هم یه سری سیستم امتیاز بندی داره، ولی عمده افرادی که خارج تورنتو ان یه رشته مهندسی دارن میخونن امتیازشون خیلی بالا میشه و میرسن، حتی اگه نمره زبان خیلی بالایی هم نداشته باشن. اینم باز هر چند وقت یه بار چیز میکنن، یه پولی داره درا میکنن، $1500 اپلیکیشن فی داره. سیستم استانی هست، یعنی اول نامینیشن استانی میگیرن، نامزدی استانی میگیرن و بعد از اون اقدام میکنن به پیار. این سیستم های استانی، حالا چه اونتاریو چه جاهای دیگه، معمولا یه کمی بیشتر طول میکشه از پروسه معمول فدرال، ولی واسه خیلی از آدما تنها راه، واسه خیلی از آدما یه راهیه که حتی ممکنه سریعتر بشه، بخاطر اینکه تو پول فدرال امتیازشون نمیرسه. 2 تا پرسه هم میشه همزمان با هم برد جلو. مثلا یه نفر بگه من تو اونتاریو هم درسم داره تموم میشه و میدونم الان امتیازم نمیرسه به اینکه در واقع توی پول فدرال درا بشم، ولی میخوام برم تو پول. از این طرف اونتاریو ماسترز استریم امتیازم خوبه، میخوام وارد پول شم، عیبی نداره وارد پول شین، حتی اپلای بکنید واسه نامینیشن. اگر اونور تو پول فدرال زودتر درا شدید اونجا رو اپلای کنید. این پس کلیت این. روش‌های استانی دیگه هم باز وجود داره. مثلا روش‌های استانی اونتاریو ما یه در واقع
فارن ورکر ویت جاب آفر داریم. فارن ورکر ویت جاب آفر اصلا تحصیل هم نمیخواد، یعنی یه نفری که حالا همینایی که الان با توریستی میان تبدیل میکنن به اقامت کاری، به ورک پرمیت، یه سال سابقه کار داشته باشن، حتی کمتر از یه سال سابقه کار هم داشته باشن، ولی جاب آفر داشته باشن، بسته به شرایطی میتونن اقدام بکنن از روش استانی واسه اقامت دائم. یه دونه هم باز اینترنشنال گریجویت داریم که اونم یه کالج طرف درس خونده باشه، یه مثلا سرتیفیکیتی در واقع دیپلمایی خونده باشه و یه سری شرایط داشته باشه، بازم اون امتیاز بندی میشه، امتیازش حساب میشه، ممکنه باز از اون طریق بیاد اونتاریو اقدام بکنه. ما BCPMP رو داریم توی رشته‌های استم، اگر توی استان بریتیش کلمبیا در واقع درس خونده باشین، اون مسیر خیلی خوبیه واسه اقامت دائم کانادا. توی در واقع آتلانتیک رو داریم، در واقع اونم کسایی که اونور درس خوندن و فارغ التحصیل میشن جاب آفر دارن، اونم مسیر نسبتا خوبیه واسه گرفتن اقامت دائم. یعنی هر استانی روش مثلا منطقی داره. از کبک چیزیه که به درد نمیخوره. یه لایو هم قبلا جداگانه گذاشتیم در مورد کانادا تو یوتیوبمون هست که مفصل در مورد روش‌های مختلفش توضیح دادیم. ولی چیزی که اخیراً در واقع تو کانادا هست و اینم حالا خیلی مختصر بگم، کسی داشت فکر میکنه این سیستمی که الان کانادا تا فوریه، تا 28 فوریه 2024 اجازه میده که شما فارغ از اینکه چه استاتوسی توی کانادا دارین، اگه به صورت قانونی توی کانادا هستید، در واقع استاتوستون رو تغییر بدید و اجازه کار باز بگیرید، این سیستم این هستش که در واقع شما به هر نحوی میتونید کانادا اگر بیاید. مثلا اینجاست که همیشه افرادی که من سوال میکنن اینجا میگن که این اوکیه که ما مثلا در واقع ویزیتوری بیایم کانادا اینو تبدیل کنیم، میگن خیلی راحته فلان این حرفا. دقت بکنین این پروسه تبدیل ویزای ویزیتوری به ورک پرمیت خیلی راحته و تقریبا همه میدن. خب شرایط خیلی خاصی هم نداره، هیچ شرایط در واقع عجیب غریبی نداره، فقط شما کافی قانونی تو کانادا باشید و اینها. ولی دقت بکنید اون جایی که چالش برانگیزه گرفتن اون ویزای ویزیتوریه. ما یه سیستمی گذاشتیم و میگیم که افراد در واقع بهمون چیز بدن، پیام بدن با شرایطشون که اگه شرایطشون داشتن ما بهشون میگیم اوکی پرونده رو قبول می‌کنیم. شاید بگم حساب از هر 20 نفر 19 نفر شرایطشون نداره، یعنی پیام میدن روی حسابی که میگم من مثلا ویزای ویزیتوری میخوام بگیرم، بعد شرایطش طرف لیست میکنه، میگم خب اوکی معلومه که با این شرایط ویزای ویزیتوری، یعنی نمیدونم حالا یه تبلیغاتی هست متاسفانه دیگه که خب خیلی جا الان مالی و اون گین مالیش رو دارن و تبلیغات گسترده میکنن. ما همیشه بچه‌ها چیزی که نزدیک به واقعیت هست، یعنی دنبال این نیستیم که صرفا گین مالی قضیه رو بهش نگاه کنیم و بخوایم بهش فکر کنیم. ما واقعیت رو میگیم به همه. الان چیزی که رولر جان گفت دقیقا درسته. ویزای ویزیتوری الان امروز چند جولای 6م امروز که 6 جولای 2023 هست این حرف رو دارن. تا چند یک سال دیگه اصلا رویکردشون عوض شد. اینها اداره مهاجرت کانادا رولا جان میدونه خیلی وقتا سختگیری هاشون رویکردهاشون تغییر میکنه، ولی الان در حال حاضر چیزی که ما داریم میبینیم برای ویزای ویزیتوری پرپس آف ترافل شما خیلی مهمه. یا اصلا برای مهمترین دلیل، مهمترین عامل توجیه پذیر بودن، یعنی قابل توجیه بودن اون دلیل ورودتونه. چیزی که ما الان میبینیم اولویتشون الان برای ما ایرانی‌ها با توجه سابقه‌ای که از ما دیدن و هر کسی هر نه وارد میشد یه زمانی نرخ پناهندگی خیلی زیاد بود از ایران تو کانادا. الان اون روی کردی که نسبت به ما ایرانی‌ها دارن اینه که درجه 1 داشته باشیم، یعنی یک پرپس آف ترافلی باشه که میخوام برم درجه 1 رو ببینم. درجه 1 کیه؟ پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر. این الان اولویتشون برای ما ایرانی‌ها اینه. حالا یا هر کسی که درجه 1 داره راحت میگیره، بازم الزاما نه. الان باز پدر مادرها شاید خیلی راحت‌تری دارن، سختگیری خیلی کمی دارن رو پدر مادرها و یه تمکن نرمالی طرف بده و یه تایای همین عادی و چه می‌دونم یه ملکی به نامش باشه و ملک هم به نامش نباشه، او بازنشستگی شغلی چیزی اینجا داشته باشه نشون بده، معمولا میگیره. خب در مورد افرادی که جوان‌تر هستن، یعنی مثلا خواهر برادر و چه می‌دونم اینا باید شرایط دیگه‌شون هم خوب باشه، یعنی از لحاظ شغلی تو ایران خوب باشن، تمکن خوب باشه، تایهای دیگه‌شون عاطفی به خانواده خوب باشه توی ایران، چه می‌دونم
اگه ملک و املاک داشته باشن باز خوبه. ترافل هیستوری اینجا خیلی تاثیرگذاره. ترافل هیستوری ترکیه و دبی و اینا نیست. ترافل هیستوری تعریفش که ترافل هیستوری حساب بشه براتون به دردتون بخوره اینه که شنگن داشته باشین، یکی دو تا مثلا اروپایی رفته باشین، یا اگر اروپا نرفتی یه جایی که ویزا دادنش هم سخته، مثلا کره جنوبی بهتون ویزا داده، ژاپن بهتون ویزا داده. ترافل هیستوری اینها هست. اینها یک مجموعه‌ایه که شانس رو میبره بالا. حالا آیا کسی درجه یک نداشته باشه، دعوتنامه نداشته باشه، الزاما حتما ویزا نمیگیره ویزیتور یا نه؟ داشتیم آدمایی که در واقع دایی و خاله و عمه و عمو و اینا دعوتنامه دادن، یا حتی اصلا دعوتنامه این مدلی هم نداشتن، بسته به شرایطشون دیگه خیلی مفصله. ولی این چیزی که میگیم عموم روی کردشون الان. دقیقاً. حالا اینم خیلی مهمه که افراد بعضی به من میگن که اوکی من میخوام شانسمو امتحان بکنم، فارغ از اینکه در واقع شانسم چقدر کم باشه، به خاطر اینکه الان شرایط خاصی این کارو انجام بدم یا نه. ببین من نمیتونم بهم بگم نه. خب طرف میگه من میدونم شانسم خیلی کمه ولی میخوام شانسم امتحان کنم، و واقعا درسته که من فکر نمیکنم کانادا بعد از این دوباره شبیه به این رو عیناً بذاره. من بعید میدونم به زودی شبیه به این رو بذاره. جان تمدید من بعید میدونم تمدید. صحبت‌های وزیر مهاجرت کانادا که هفته در روز پیش بود آقای شان فریزر خیلی امیدوار کننده بود که به هر نحوی دوست دارن آدم‌ها رو بکشونن کانادا، به خصوص آدمایی که تو حوزه تکن. و حالا شاید این یه زمزمه‌ای هم باشه که اینا تمدید کنن. من این حسو میکنم. والا نظر چیه؟ حالا شاید باشه که اینو تمدید کنن، شاید باشه در واقع دراهایی که واسه پی آر انجام میدن، یعنی در واقع تعداد پی آرایی که میخوام بدن رو بیشتر بکنم. ولی ممکنه کلا الان روی کرد خیلی روی کردیه که خیلی دارن همه در واقع چیزا رو کرونایی که میخوان اون روی بوده رو درها رو باز در کرونا بود خیلی تکونی بهش بدن دیگه. رکود که الان اصلا یعنی خیلی کمه، تو برعکس رکود الان توی کانادا، به خاطر اینکه در واقع زمان تمام شده. بله دقیقاً نرخ سودو که بردن بالا. آره خیلی عالی شد، همه شرایط خوبه، ولی در واقع فعلا هنوز نرخ سود بالا. من نمیدونم که کی قصدشونه که آروم آروم بیارن پایین نرخ سودو، ولی فارغ از این موضوع هنوز شدیداً یعنی در واقع احتیاج به نیروی کار بالاست و به خاطر همین میخوان یه جوری اینو هندل کنن. حالا به هر نحو از این بحث کلیمون خارج نشیم. این رو افراد میپرسن که این چقدر میتونه اگر خدای نکرده ریفیوز بشیم چقدر تاثیرگذار باشه توی در واقع استادی پرمیتی که بعدن اقدام میکنید. بسته به اینکه چقدر طول داره، فاصله زمانی از زمانی که شما این ریفیوزال مثلا ویزیتوری داشته باشید تا وقتی که اقدام میکنید واسه استادی پرمیت، این قضیه خیلی میتونه فرق بکنه. خب ولی مثلا اگر شما همین الان به صورت اکتیو قصد اپلای دارین، به نظر من و شانس منطقی برای در واقع چیز ندارید، ویزای ویزیتوری ندارین، یعنی مثلا فامیل درجه 1 ندارین، یا مثلا هیچ مدل وابستگی خاصی ندارین، نزدیک 30 سالتونه، بعد مثلا متأهل نیستین که بخواید مثلا همسرتون اقدام نکنه، یعنی اگه این شرایط هیچ کدوم ندارین، به نظر من همین پروسه در واقع ادامه بدین، استادی پرمیتتون یکم جلوتر ببرید جلو، بهتر از اینکه ریسک سنگین بکنین و کار بکنین. ولی اگرم ریفیوز شدین، به این معنی نیست که چون من یه ریفیوزال ویزیتوری دارم حتما ویزای استادی پرمیتم ریفیوز میشه. نه، ریفیوزتون بسیاری رو اون استادی پرمیت اپلیکیشن چقدر قوی باشه واسه اینا مفصل. اینا همیشه سیاست اینجوریه که کلا اداره مهاجرت میگه که ما کاری نداریم به اپلیکیشن های، نه که کلا کاری نداریم، هر اپلیکیشنی مستقل بررسی میشود. آیا همچین سیاستی واقعا اعمال میکنن؟ یعنی مثلا نگاه میکنن اپلیکیشن؟ ببین هر اپلیکیشنی 100% نگاه میکنن، 100%. ببین اینی که در واقع این که میگن هر اپلیکیشنی باید به صورت مستقل بررسی بشه، به این معنی نیست که نباید آفیسر بره نگاه کنه که شما قبلا ریفیوزال داشتی یا نه، یا قبلا ریفیوزال داشتی بر چه اساسی بوده و اینها. این کارو میکنه و به نظر من که اولین کارایی هم که میکنه وقتی یه اپلیکیشن ریفیوزال قبلی داره اینه که اول چک میکنه که این چند بارش داره اقدام میکنه. خب به خاطر همین عرضم به حضورت که
آره این هست، یعنی حتما چک میکنه، ولی میگم این به این معنی چون ما بارها الان ویزا گرفتیم که قبلا ریفیوزال های مختلف داشتیم که ویزا که خاطر همین این دلیل نمیشه که حالا بار دوم آره 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 دقیقاً. خلاصه اینطوری. حالا من چیزی که میخوام بگم، حالا این عدد یه حالت عددی مقایسه‌ای بخوایم بکنیم، لحاظ در واقع این که چقدر طول میکشه تو کانادا بخواید شما اقامت دائمتون رو بگیرید. خب اگه به فرض کنید فوق لیسانس 2 ساله بخونید و به فرض بلافاصله بعد از فارغ التحصیلیتون خب الیجیبل باشید، یعنی از طریق اون FSW که صحبت کردیم الیجیبل باشیم با اون که اون سی امتیازه که بهتون اضافه میشه حدوداً، حالا بسته به شرایطتون ممکنه بالا پایین باشه، قبلا فوق لیسانس داشته باشین یا نشته باشین. به هر حال این که اضافه میشه اگر بتونید درا بشید، بعد از این حدود 1 سال طول میکشه که بتونید شما در واقع پیارتون رو بگیرید معمولا، و وقتی که پیارتون رو میگیرید 2 سال با توجه به اینکه قبلا توی کانادا بودید 2 سال دیگه پر بکنید میرسید به سیتیزنشیپ. یعنی شما پیارتون رو بعد از 3 سال گرفتید تقریبا و پاسپورت کاناداییتون رو بعد از حدود 5 سال. اوکی. طبیعتا ممکنه که خب خیلی بیشتر طول بکشه که پیار بگیرید. افرادی من اینجا میبینم که مثلا 5 6 سال طول میکشه پیار بگیرن، به خاطر اینکه خب شرایط مختلف ایجاد میشه دیگه. مثلا فرض کنید که طرف فوق لیسانسش ممکنه 3 سال طول بکشه، بعد از اینکه فارغ التحصیل شد همون موقع امتیازش نرسه و بعد مثلا 1 سال کار کنه، بعضی وقتا 1 سال کار میکنه یا گاهی اوقات 2 سال کار میکنه تا اینکه امتیازش میرسه به اون حدی که بتونه اقدام کنه. ولی عمده افراد یا بعد فارغ التحصیلی امتیازشون میرسه یا بعد فارغ التحصیلی به علاوه 1 سال کار کردن، یعنی بعد این 3 سال امتیازشون میرسه که اقدام کنن واسه پیار. 1 سال هم در واقع به طور کلی مثلا طول بکشه که پیارشون بیاد، میشه حدود 4 سال تا پیار بیاد، بعد 2 سال بعدش یعنی 6 سال در واقع تا سیتیزنشیپ. یعنی بین حدود 3 تا 4 سال برای پیار اگر فوق لیسانس خونده باشین و بین مثلا 5 تا 6 سال برای سیتیزنشیپ اگر باز فوق لیسانس خونده باشین. و اگه دکترا خونده باشین طبیعتا اون 2 سالی که اضافه تر میخونید یا اون 3 سالی که اضافه تر میخونید بیشتر میشه دیگه، اضافه میشه به این پروسه. مگه اینکه از طریق همسرتون اقدام بکنید. یکی از این سیستم CEC رو که عرض کردم کانادین اکسپریانس کلاس، اینو همسرتون هم میتونه اقدام کنه. شما که دارید در واقع درس میخونید همسرتون مثلا بره سر کار الیجیبل باشه واسه CEC، همون سال دوم مثلا اقدام بکنه پیارتون رو بگیره. شما که اینجا پیش بیاد اینکه خب ما درجه 1 داریم مثلا کانادا، ویزیتوری هم گرفتیم و حالا طرف دانشجو حتی اینجا فوق لیسانس به خاطر این شرایط مثلا ممکنه ول کنه یا اصلا بره برگرده یا هر چی، لیسانس داره یا فوق لیسانس داره فرقی نداره. وقتی وارد میشه ورک پرمیت رو این ساید اپلای میکنه و میگیره، میتونه کارهای جنرال هم بکنه. درسته؟ یعنی هر نوع کارش آیا اینها هم مثلا 1 سال روی کار هم باشه هم امتیاز حساب میشه برای فرد، برای این فدرال و حتی استانی که خیلی معنی نمیده، بیشتر فدرال؟ ببین تو فدرال که تو این سیستما نه، توی بعضی از روش‌های استان. ببین البته اینم بگم مثلا اون 2 سال پیش که TR تو PR رو گذاشتن، اون یه سیستمی گذاشتن 90,000 نفر رو اون در واقع PR دادن، 90,000 تا PR دادن. اون موقع یکی از استریماش در واقع کار جنرال هم شامل میشد. نمیدونم هیچ کس نمیدونست، یهو گفتن کسایی که اینجوریان بیان PR بگیرن و یه دیگه گرفتن. خب ولی به طور معمول نه، به طور معمول شامل نمیشه. تو بعضی از در واقع روش‌های استانی، بعضی از استان‌ها ممکنه، حالا اونم کار جنرال بستگی داره. الان سیستم کانادا این یک در واقع دسته‌بندی شغلی داره بهش میگن تیر. خب این تیرها، این که در واقع تیر 0 و 1 باشه در واقع کار، تیر 0 باشه یا این که در واقع 2 3 باشه یا پایینتر فرق میکنه. تیر 0 و 1 و 2 3 تیرهایی هستش که در واقع واسه این سیستم CEC و FSW اوکیه. از تیر 3 به بعد یعنی از 4 و 5 و اینها تیرهایی هستن که در واقع حالا بسته به اینکه چندن ممکنه تو بعضی از روش‌ها. پس راه طرف اینه که اگر یه کار جنرالی گرفت که درآمد کسب کنه بتونه بمونه، موندگار شه، با توجه که الان ورک پرمیت دارها هم اجازه تحصیل دارن، یه کالجی چیزی دوازه علایقش اپلای کنه و تحصیلم بکنه همزمان و بعدش کار تخصصی بگیره و موندگار شه. آره
حالا این یه راه هم، حالا ما یه بار میتونیم ویدیو بذاریم مثلا در مورد این صحبت کنیم. من به نظرم شاید از کالج واسه کسی که ورک پرمیت داره بهتره یه سری بوت کمپ رو بره، یه دوره کوتاهی یه مهارت خیلی خوبی رو یاد بگیره و سریع باهاش سعی کنه کار پیدا بکنه. این به نظر من از کالج بهتره. ولی خب اگر طرف نیاز بود با توجه به اون چیزی که میخواد، در واقع اون شغلی که میخواد داشته باشه، اگه نیاز به کالج بود کالج هم گذاشت. بریم سراغ آلمان. اوکی، آلمان میخوای بگی؟ اوکی. خب آلمان خیلی جذاب شده جدیدن و با توجه به از اول جذاب بود. آلمان به نظر من یکی از بهترین گزینه‌ها، چه بسا بهترین گزینه‌ای که تو این مدت همیشه ما تو اروپا حداقل پیشنهاد می‌کردیم به افراد، آلمان بود. با توجه به این تغییراتی که اخیراً توی سیستمشون دارن میدن و یک سریشو همین حالا من خیلی اخیر، یعنی دیروز در واقع دیروز یا همین امروز صبح بود، نمیدونم، تصویب کردن، خیلی اتفاقات خوبی داره میفته و خیلی پروسه رو دارن راحت میکنن، هم کلا پروسه اقامت گرفتن رو، هم پروسه در نهایت شهروند شدن رو، هم به صورت کاری آلمان رفتن رو. یعنی همین پروسه ها داره راحت‌تر میشه. به طور کلی ابتداً اگه بخوایم صحبت بکنیم، وقتی شما آلمان میرید برای تحصیل، به فرض اینکه یک در واقع فوق لیسانس بخونید یا اصلا یه دوره تحصیلی رو بخونید، بعدش یک ویزای جاب سیکره، یعنی در واقع حالا جستجوی کار 18 ماهه میتونید دریافت کنید. روی این ویزای جستجوی کار 18 ماهه شما در واقع میگردید و کار تخصصی سعی میکنید پیدا بکنید، کار تخصصی که مربوط به رشته‌تونه، کار تخصصی مربوط به رشته که در واقع پیدا کردید و 2 سال اونجوری کار کردید و پرداخت مالیات رو انجام دادین. حالا این سیستم مثلا گفت در مورد پرداخت مالیات تو آمریکا، همه پرداخت مالیات تو آمریکا میکنن. شما دانشجو باشین رو چیزام بسته به اینکه فاینانشال ساپورتتون چه جوریه، مالیات رو قبلا دادید ممکنه این مقدار پس بدید. ولی تو آلمان از در واقع این پرداخت مالیات رو انجام دادین و یه در واقع شرایط خاصی داشته باشین و اینا بازنشستگیتون کانتریبیوت کرده باشید و در واقع عدم سوء پیشینه و اینها نداشته باشین، میتونین در واقع اقدام بکنید و اقامت دائم رو بگیرید. حالا این پروسه این وسط یه چیزی وجود داشت همیشه به اسم بلو کارت گرفتن. خب یه سری شرایطی بلو کارت داشت، اینکه کاری که داشتین کار مرتبط بود. بلو کارت در واقع هم اجازه کاره. خب و این اجازه کاریه که آلمان میده برای در واقع افرادی که اهل خارج از اتحادیه اروپا هستن. طبیعتا توی شرایط این یه سری ملزوماتی وجود داره، مثل دانشجو کار مرتبط، دانشجو حالا یه زمان آلمانی در واقع سطح منطقی زبان آلمانی، همینطور مدرک تحصیلی. اتفاقی که و همینطور یه مینیمم درآمدی که قبلا این 53,000 تا بود، چیزی که اخیراً در واقع تصویب شد این هستش که این مقدارش در واقع اومد، این کاتافش مینیمم شد 43,800 یورو. گرچه البته این 53,000 یورو در واقع کاتاف معمولش بود، واسه رشته مهندسی 41,000 یورو بود، ولی این کاتاف اصلی که 53,000 یورو مدت شد 43,800 یورو که خب در واقع اتفاق خیلی خوبیه. این باعث میشه که افراد راحت‌تر بتونن الیجیبل باشن برای دریافت این بلو کارت. و روی بلو کارت بودن بسته به در واقع حالا سطح آلمانی فرد بین 21 ماه تا 33 ماه طول میکشید که در واقع افراد بیان بتونن اقامت دائم رو بگیرن. روی کلا اقامت دائم هم، یعنی در واقع شرایط گرفتن شهروندی آلمان هم اینطور بود که شما در واقع باید 8 سال رو پر می‌کردین. الان اتفاقی که افتاد این شد که اومدن گفتن که این 8 سال رو می‌خوام تبدیل کنیم به 5 سال و تحت شرایط خاص این ممکنه حتی 3 سال هم بشه، که داشتیم بحث می‌کردیم که چجوری حالا این ممکنه 3 سال بشه. ولی در واقع مثلا نوشته بودن که یعنی در واقع تو چیز قوانین حالا جزئیات زیادی هست، ولی مثلا اینکه طرف حالا کارهای داوطلبانه انجام بده یا فلان اینا، بعد بسته به اینکه در واقع این چگونه میتونه باشه، این حتی ممکنه در واقع این پروسه به 3 سال کاهش پیدا کنه، پروسه شهروندی. ولی در مجموع خیلی داره پروسه راحت تر میشه. حالا یه چیزی که الان باز در کنار این بحث اقامت بعد از تحصیل واسه آلمان جذاب هست، این داستان کارت شانس هست، کارت شانس آلمان. که این کارت شانس آلمان هم شرایطی که الان براش اعلام کردن، اینها هم قراره که از مارچ 2024 عملی بشه. اینایی که در واقع این اخیر داره تصویب میشه و یه بخشش تصویب شده، قرار از مارچ 2024 عملی بشه. و اینکه این کارت شانس چیه؟ کارت شانس در واقع یک اجازه، یک در واقع ویزای 1 ساله‌ای هستش که به شما اجازه میده برید آلمان
و توی مدت بگردید دنبال کار تخصصی. نکته جذابی که داره اینه که تو اون یک مدتی هم که دارید میگردید دنبال کار تخصصی، شما اجازه دارید که به صورت در واقع کار غیر تخصصیتون رو انجام بدین که حالا کسب درآمد کرده باشید و در واقع بتونید مخارج خودتون رو براش در واقع هزینه، یعنی در واقع پول به دست بیارید تا اینکه بتونید اون کار تخصصیتون رو پیدا بکنید. شرایط گرفتن این در واقع کارت شانس شرایطی که نسبتاً وقتی در مقایسه با یه چیزی مشابه توی کانادا نگاه می‌کنید شرایط واقعا راحتیه. یعنی یه سیستم امتیاز بندیه که شما با 6 امتیاز آوردن میتونید برید آلمان، مدرک تحصیلی که در واقع بعد از اینکه معادل سازی انجام میدین تا سقف 4 امتیاز مدرک تحصیلیتون میتونه باشه. اگر 3 سال سابقه کار داشته باشید اینجا 3 امتیاز میتونید بگیرید. اگر 2 سال سابقه کار داشته باشید 2 امتیاز میتونید بگیرید. B2 آلمانی خودش 3 امتیاز داره. B1 آلمانی با شرایطی 2 امتیاز داره. حد اکثرتون سنتون اگه 35 باشه اینجا 2 امتیاز کامل رو میگیرید. حد اکثر سنتون در واقع اگه 40 باشه، یعنی بین 35 تا 40 باشید 1 امتیاز اینجا میگیرید. و اینکه اگر تو آلمان قبلا 6 ماه زندگی کرده باشید 1 امتیاز هم اینجا میگیرید. اگر تو آلمان پشتیبان داشته باشید اینجا هم باز 1 امتیاز میگیرید. یعنی شرایط به نظر من خیلی شرایط ایدئالیه برای افرادی که در واقع میخوان این ویزای 1 ساله رو بگیرن و وارد آلمان بشن و سعی کنن که کار پیدا کنن. این کلیت ابتدایی بود که در مورد آلمان گفتیم. ولی اگر برگردیم یه خلاصه‌ای فقط بکنیم قبل از اینکه حالا تو اگه نکته‌ای داری اضافه بکنی در مورد آلمان، به فرض اینکه اگر شما یک کارشناسی ارشد 2 ساله رو بخواید توی آلمان بخونین، کارشناسی ارشد 2 ساله رو که خوندین و بعد اون ویزای 18 ماهه رو گرفتید که ویزای جستجوی کار هست و روی اون در واقع تو اون 18 ماه بتونین کار تخصصی پیدا کنین، به فرض بگیم مثلا بعد خیلی وقتا بعضی که فارغ التحصیل میشه با توجه به این شرایطی که الان آلمان داره و نیروی کار خیلی احتیاج داره ممکنه بلافاصله کار پیدا کنید. ولی به فرض میگیم چند ماه هم طول بکشه، مثلا 6 ماه هم طول بکشه شما کار پیدا بکنید، 2 سال روی اون کار باشید، در واقع میتونین واسه این اقامت دائمه اقدام بکنین که این مجموعش میشه 4 سال با اون 6 ماه 4 سال و نیم، بگیم مثلا 5 سال. خب ولی این 5 سال بعد شما الیجیبل میشین برای در واقع اقامت دائم و همون موقع هم الیجیبل هستید برای سیتیزنشیپ با توجه به این قوانین جدیدی که میگن. اگر قوانین جدید نبود یه چند سال دیگه مجبور بودید صبر بکنید تا سیتیزن در واقع الیجیبل بشید. خیلی دقیقش رو بخوام بگم، حالا باز اینم بسته به شهر بود. قبلا من دیده بودم آدمای کمتر از 8 سال هم سیتیزنشیپ بگیرن، 6 سال دیده بودم افراد سیتیزنشیپ بگیرن، حتی گاهی کمتر، ولی 6 سال دیگه چیز نبود. ولی الان که شده 5 سال و اینم که گفتیم که تا 3 سال هم ممکنه کم بشه. به خاطر همین شما نه خیلی کامل بود. این آپدیت هم آپدیت جدیدیه، یعنی جذاب همه داره، هم دنبال اون پاسپورت به هر حال هستن دیگه. ته آمالشون اینه که اون پاسپورت رو بگیرن و بتونن سفر کنن کشورهای مختلف و امتیازات شهروند بودن در حوزه اتحادیه اروپا هم جذاب میتونه باشه واقعا. خیلی عالی بود، دست در نکنه. بریم برای قربانت. یه چیز دیگه من بگم، اینم یادم رفته بود بگم، توی همین در واقع قوانینی که در واقع اخیراً تصویب کردن، والدین افراد هم که شاغل هستن توی آلمان میتونن در واقع بیان، یعنی برن به آلمان و توی اونجا زندگی بکنن و فقط این اومدن محدود به همسر و فرزند دیگه نیست، یعنی والدین هم میتونه بیارن. این سیستم رو کانادا هم داره ولی خب سیستمش خیلی فرق میکنه، یعنی میتونیم حالا اونم در موردش مفصل صحبت بکنیم، ولی این به نظر میاد خیلی جذاب باشه. قبلا اینجوری نبوده، چون اینجا ظاهرا اینجوری نبوده، ولی الان با توجه به اینکه شرایط تحصیل خوبی داره برای خیلی‌ها به خاطر کم هزینه تر بودن پروسه و اون بورسیه استانی و اینکه میتونید هزینه هاتون رو افورد کنید با اون بورسیه استانیه، کلا میتونه یکی از گزینه‌ها باشه. اگرچه که همیشه اون پالس منفی و بچه‌ها دارن در مورد اینکه نرخ بیکاریشون زیاده، حقوقا کمتره. اگرچه که این دانشگاهی که بچه‌ها معمولا میرن اکثرا دانشگاه معتبریه، واقعا اگر بخواد بعد از تحصیلش میتونه کار پیدا کنه. ولی اون رنج حقوقه یه مقدار بعضا نسبت به آلمانی که صحبت کردی یه مقدار پایین‌تره و این شاید جذابیتش رو برای بعدها برای موندن کمتر کنه نسبت حالا به کشوری مثل آلمان که تو حوزه هست. ولی الان میخوایم صحبت کنیم که ببینیم در مورد ایتالیا چه اتفاقی میفته. شما وقتی که وارد ایتالیا میشید، به فرض اینکه یه ارشد 2 ساله رو
شروع کردین و خوندین و معمولا هم کورساشون زیاده یعنی به شکل وحشتناک تعداد درس‌ها توی مسترز زیاده و شاید طرف نتونه مثلا 2 ساله تموم کنه، گاهن 2 سال و نیم تا 3 سال هم ممکنه پیش بره. حالا ما فرض رو برای میگیم که فرد همون 2 ساله درساشو به موقع باز کنه و در واقع فارغ التحصیل بشه. اتفاقی که میفته شما اجازه موندن و جستجوی کار رو میتونید تا سقف 1 سال داشته باشین توی ایتالیا که در واقع اون اجازه منوط به اینه که شما تو اون 1 سال بتونید کار پیدا کنید. کار مرتبط که پیدا کردین و زمانی که کار رو پیدا میکنین شما این دوباره 1 سال این اقامت کاری تمدید میشه. این 1 سال ها میره جلو تقریبا از زمان ورودتون که حالا شروع اون مسترزه بوده تا زمانی که کار دارین میکنین و اجازه کار گرفتین و کار شغل هم گرفتین و اون 1 سال هایی که در کار کردن تمدید میشه میرین جلو به واسطه اینکه توی شغلی هستین تا سقف 5 سال رو که پر میکنین. اگر از این 5 سال 2 سالش رو توی شغلی هستین که مالیاتش هم دارین میدین الیجیبل هستین برای اپلای در واقع اقامت دائم ایتالیا. در مورد شهروند شدنش هم یه مقدار زمان برتر نسبت به آلمان و این شاید یکی از دلایلی باشه که بچه‌ها دوست دارن خارج شن ایتالیا. یعنی بعد از اینکه درسشون تموم میشه حالا اپلای میکنن دکترا آمریکا کانادا یا اصلا تو همون ایتالیا کار میکنن 1 سال 2 سال سابقه کار میگیرن میرن تو آلمان مثلا شروع میکنن جاب آفر گرفتن و یکی از دلایلش هم شاید این باشه چون از زمان ورودتون یعنی اون 5 سالی که پر میکنین و پی آر میگیرین یه چیزی بین 8 تا 10 سال باید تو ایتالیا باشین تا بتونین سیتیزنشیپش رو بگیرین. خب این یه مقدار عدد زیادیه. یعنی آمریکاش هم به اون وضعیت بود زیر 10 سال بچه‌ها از ورود میگرفتن ولی این یه مقدار سخت میکنه کارو. ممکنه که اینها هم تسهیل کنن شرایط رو در سالهای آینده ولی فعلا شرایط اینه. ولی توجه داشته باشین که خب بیشتر بسیاری از امتیازات در واقع افرادی که شهروند اتحادیه اروپا هستن رو هم شما دارین زمانی که اقامت دائم رو دارین و امتیازات خوبی دارین از خدمات درمان گرفته تا بقیه موارد. ولی خب این چیزی که نگران کننده است رو اون نرخ درآمد است. یعنی کار تخصصی فکر میکنم یه چیزی هولوش سالی 27,000 یورو کفش تا 30 و چند هزار تا و این افزایش سابقه کاره خیلی اون اسکیل اپ نمیکنه طرف توی اون رنج درآمدش و این یه مقدار باعث میشه که در تو آلمان همون رنج بیشتره اون 40 خورده هزار تا دیگه کفه یه کار تخصصیه و الان مثلا دیولپرها تا 7-8 هزار تا هم بسته به مدل سابقه کارشون تو آلمان میگیرن. ولی خب توی ایتالیا که ما سابقه کار زیادی هم داشته باشی این عدده رو نمیبینیم معمولا. ولی خب خوبه چون ورودش کم هزینه است میتونه پرتاب خوبی باشه برای جای دیگه یا حتی همون ایتالیا که دوست داشته باشه زبان یاد بگیره سریع کار رو پیشرفت خوبی هم داشته باشه. خیلی عالی خیلی عالی دست در نکنه. بچه‌ها سوالا رو توی چیزا خیلی سوالای مفصلی تعداد خیلی زیادی سوال هست نگاه بکنید سوالا رو تو کوئسچن باکس اونایی که براتون بیشتر مطرحه رو در واقع لایک بکنید که شروع کنیم اینا رو پاسخ دادن. من اولین سوال رو در واقع میزنم. گفتن که چند سال بعد از زندگی تو آمریکا میشه برای اقامت پدر و مادر اقدام کرد؟ دقت بکنید توی آمریکا شما نیاز هستش که اگر در واقع دارید اقدام میکنین برای در واقع اقامت پدر مادرتون باید سیتیزن باشید. این کلا برای هم برای خواهر برادرتون هم میتونید اقدام بکنید ولی باید سیتیزن باشید. تفاوتش با کانادا اینجا اینه که شما در واقع برای پدر مادرتون
برای پی آر پدر مادرتون توی کانادا وقتی پی آرید هم میتونید اقدام بکنید، ولی تو آمریکا باید سیتیزن باشید که بتونید اقدام بکنید. همونجوری که حالا حساب کردیم خیلی میتونه عددش متفاوت باشه، ولی به نظر میرسه حدود 10 سال نیاز باشه برای اینکه شما به سیتیزنشیپ برسید به آمریکا. حالا اگه در واقع یه پروگرام 2 ساله ارشد بخونید و بعد مثلا بعد 3 سالش گرین کارت بگیرید، یعنی حدود 5 سال بعد 5 ساله از بعد ورودتون گرین کارت بگیرید، یه 10 سالی طول میکشه تا بتونید در واقع سیتیزن بشین و بعد اقدام بکنید. حالا بعد از اینم که اقدام میکنید کلا پروسه‌های مهاجرتی آمریکا به خصوص آوردن خانواده و اقوام معمولا طولانیه، یعنی چندین سال طول میکشه که یه نکته خیلی مهم اینه که اشتباهی بچه‌ها این وسط میکنن. طرف مثلا پدر مادرش ایرانن و یه فرزند یا 2 فرزند از اون خانواده آمریکان و پدر مادرم دوست دارن برن به هر نحوی که برن پیش بچه‌هاشون. و حالا اونا یک می‌بینی مثلا یه خانواده که 3 تا فرزند داره، 2 تاشون دارن تحصیل میکنن، یکیشون مثلا قبل‌تر اومده سیتیزن شده. یه اشتباهی که اینجا رخ میده من دیدم درگیر شدن چندین سال، همینطور که تو گفتی اتفاق افتاده. من پیشنهادم اینه که اپلای کنم ویزیتوری اول بیارن، یعنی ویزیتوری وارد شن و پروسه در واقع اون اِوالویشن و بررسی و اعطای اون اقامت داخل خیلی سریع‌تره. یعنی معمولا خب ویزاهایی که میدن ویزای طولانی مدتی نیست، ولی باز بهتره، یعنی شرایط بهتری داره. حداقلش اینه که طرف، من دیدم ویزای 3 ساله هم دیدم دادن، اگرچه که رو 6 ماه و 1 سال بیشتر میدن ویزیتوری ها رو، ولی من 2-3 ساله هم دیدم. اگه مثلا طرف بتونه ویزیتوری 2-3 ساله بگیره که خیلی موقعیت خوبیه، هم به همه اون 2-3 سال اون حالا میتونه باشه تقریبا بیشترشو، و از اون برم که این پروسه این بر رو طی میکنه. خب این از این. دیگه پرسیدن که پس از فارغ التحصیلی در ایتالیا در کدام کشور میشه اقامت دائم گرفت؟ ببینید این پروسه اقامت دائمه اینجوری نیست که تو ایتالیا تحصیل می‌کنی زرتی ها اقامت دائمی کشور دیگه بگیری. شما ایتالیا تحصیل می‌کنید، تحصیلتون تمام میشه، میتونید سعی کنید بقیه جای ایتالیا با کار پیدا کنید. شرایطی وجود داره که حالا تو سال‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کشورهای مختلف شرایطشو میذارن، ولی شما در واقع ممکنه بتونید یه کشور مثلا الان همین آلمان، اگر بتونید آلمان کار پیدا بکنید، یا اینکه با یکی از همین ویزاهایی که الان با در واقع همین ویزایی که الان کارت شانس گفتیم بتونید وارد آلمان بشید و اونجا سعی کنید کار پیدا بکنید، یا اینکه در واقع اصلا مستقیم شغل پیدا کنید ابتدا آلمان و جای دیگه بریم. ما در واقع یه لایوی هم با یه نفر گذاشتیم توی چیزمون هست، توی یوتیوبمون هست، که ایتالیا درس خونده بود، نروژ کار پیدا کرده بود به شرایط خیلی خوب، و این اتفاق میفته که سن و سالشون کم و جوان تجربه کاری که نداشتن یه ضرب میرن اپلای میکنن. این محتمل نیست به نظرم رولا جان که مثلا طرف نه چرا اون آره درسته، ولی کارفرما رو مجاب کنه که شغل بهش بده. شاید اگه کسی باشه به نظرم 2-3 سال مثلا تو ایران شغل داشته، به خصوص اونم تو حوزه تک، بعد یه مسئله تو ایتالیا میخونه، این احتمال گرفتن مثلا تو 1 سال ویزای جستجوی کارش برای آلمان به نظر منطقیه. اگرم نتونست مثلا در تجربه کاری کمتری داره، تو همون ایتالیا با اون مدرک مثلا در پلی‌تکنیک میلان گرفته، خب احتمال کار گرفتنش تو ایتالیا احتمالاً بیشتر باشه تا آلمان. میتونه یه شغلی بگیره، یه سالی اکسپریانس خوب توی شرکت خوب تو ایتالیا بگیره و همزمان اپلای کنه. یعنی این یه چیزیه که خیلی من دیدم به خصوص بچه‌هایی که بلافاصله از مثلا لیسانسشون مسترز میگیرن خب این میتونه گزینه خوبی. خیلی من یه کار دیگه هم که پیشنهاد می‌کنم واسه کسایی که تو ایتالیا در واقع دارن درس میخونن و تمایل دارن به اینکه جاهای دیگه اروپا کار کنن، اینه که پروگرام‌های اراسموس رو بگردن پیدا کنن، یه ترم مهمان بشن، برن یک در واقع پارتنر یونیورسیتی اون دانشگاهشون تو یه جای دیگه، هر جای دیگه اروپا. این فرصت بهشون کمک میکنه که برن در واقع حالا مثلا یا درسشون یا همین که کارآموزی هم میتونن برن تو طولان ارشدشون، مثلا برن آلمان یه شرکتی کارآموزی 4 تا رفرنس اونجا پیدا کنن، تو کانکشن ممکنه بزنن داره، یعنی بین 800 مثلا تا 1000 یورو مثلا در ماه هم حقوق دارید، مثلا تابستون کار میشید میید کارآموزی، هم کار یه یاد میگیرید، یه در واقع اسکیلی یاد میگیرید، هم از اون برم پولی میگیرید دیگه، یعنی میتونه خوب باشه.
یه سوال گفتن که در مورد گرفتن گرین کارت در آمریکا در حین و در حین فکر کنم منظورشون در حین در حین تحصیل با NIW که توضیح داد حسام و اقامت حین تحصیل در کانادا هم که من توضیح دادم دیگه. NIW حتما لازم درستون تموم شده باشه. اگه الیجیبل باشین میتونین اپلای کنین همزمان با درستون. این دقیقاً پرسیدن بعد تحصیل ایتالیا تو اسکاندیناوی میشه کار کرد. گفتیم که مثالش هم زدیم براتون. بله پرسش هم خیلی پرسه پیچیده نیست، فقط باید کافیه که اونجا کار پیدا بکنید و میتونید اونجا. گفتن که در کانادا نحوه گرفتن اقامت حین PhD چیه؟ اینم که عرض کردم تو FSW. اینو دقت بکنید. یه نکته اینجا هست. نکنید ما گفتیم که شما در حین تحصیلتون تو کانادا اگر سابقه کار داشته باشین، سابقه کار کانادایی حساب نمیشه، اما سابقه کاری حساب میشه که شما اگر ضرورتا نیاز داشته باشید تو FSW بخواید استفاده کنید. به طور مثال میزنم، خیلی از آدم‌ها هستن حسام مثلا لیسانس فوق لیسانسشون ایران گرفته، بلافاصله کانادا یه مثلا دکترای گرفته و اومده دکترا شروع کرده خوندن. بعد اینجا ما میگیم که اوکی شرایطش خوبه، سنش پایینه، زبانش خوبه، اون چیزی که واسه FSW نداره که تو حین تحصیلش PR بگیره سابقه کار است. ما یه سال اینجا سابقه کار میخوایم. این یه سال سابقه کار رو اگر تو ایران تونست در واقع داشته باشه، حین تحصیل هم ممکنه تو ایران داشته باشه. دقت کنید این مشکلی نیست. حین تحصیل خارج از کانادا هیچ مشکلی نداره. حین تحصیل اگه خارج از کانادا داشت که داشت، اگه نداشت حین تحصیل توی کانادا اگر اون شرایط یعنی بتونه 1560 ساعت رو تو یک ناک پر بکنه، خب که میتونه TA و RA باشه و این پیوسته باشه، اینجا در واقع الیجیبل میشه برای فدرال اسکیل ورکر. دقت بکنید برای تجربه کانادایی نه ها، برای فدرال اسکیل ورکر به عنوان سابقه کار خارجی این حساب میشه. به خاطر همین اینم یه مسئله است. اگر افراد در واقع سابقه کار هیچی ندارن و دانشجو دکترا هستن تو کانادا و مشکلشون اینه که اون سابقه کار رو در واقع ندارن که تو FSW الیجیبل باشن، اینم یه چیزی هست که ممکنه کمکشون بکنه. اوکی، اینا رو هم که صحبت کردیم. ببین یه ذره خیلی مختصر میشه گفته کدوم استان کانادا واسه اقامت بعد تحصیل شرایط بهتری داره. به نظر من اونتاریو و بیچ جالبه، اونتاریو و بریتیش کلمبیا شرایط بهتری دارن. اوکی، این چند نفرم گفتن انگلیس رو توضیح بدین. خب انگلیس ببینید به طور کلی من اینو میگم، حالا حسام تو هر کامنت بذار. انگلیس پروسه رفتنش و پروسه پذیرش گرفتنش فوق العاده راحته. یعنی میگم نسبتاً دارم میگم دیگه، نه خیلی نه، نسبت به بقیه کشورهایی که معمولا اپلای میکنیم پروسه راحته. پروسه ویزا گرفتنش هم نسبتاً راحته، یعنی به مراتب از ویزای کانادا راحت‌تره، از ویزای آمریکا قطعاً راحت‌تره، از ویزای خیلی از کشورهای اروپایی هم حتی ویزای تحصیلی گرفتنش اگه یه شرایط ابتدایی رو دقت کنید و حواستون باشه راحته. اما موندنش کوچولو سخته. کوچولو سخت بودنش برای چیه؟ برای اینکه شما بعد فارغ التحصیلیتون 2 سال در واقع این دارید که کار پیدا کنید. یعنی این پروسه 18 ماه که تو 2 ساله تو انگلیس که خیلی هم خوبه. اینو بعد بوی شانسون 2019 که اومد از 2021 فکر می‌کنم دیگه در واقع این عملی شده و در واقع کسایی که فارغ التحصیل میشن 2 سال در واقع اجازه دارن که بگردن دنبال کار. بعد شما باید 5 سال پیوسته کار بکنید. من یه زمزمه‌هایی داشتم میخوندم یه مقاله امروز که این 5 سال میخوام بکنن 8 سال. نمیدونم چرا، یعنی معمولا همه دارن برعکس این کارو میکنن، ولی این 5 سال رو ظاهرا میخوام بکنن 8 سال که حالا به فرض اینکه این اتفاق نیفته، یعنی همون 5 سال بمونه شما 5 سال باید پیوسته کار بکنید. اگه این پیوستگی وضعیتش خراب بشه، مثلا 2 سال کار کردید مثلا بعد به استاتوستون عوض کنید یا دیگه کار پیدا نکنید برای یه مدتی، مجموع زمانی که باید توی انگلیس باشید که بتونید اقامت دائم بگیرید 10 سال هست. یه کوچولو طولانیه ولی زمان دیگه خوبه دیگه. ولی میگم که انگلیس چند تا نکته مثبت داره. یک، کشور انگلیسی زبان اروپاست، یعنی اروپا منظورم رفت و آمده سریع‌تر، راحت‌تر نسبتاً به کانادا، کم هزینه‌تره. کشور انگلیسی زبانه، بعد راحت میشه رفت. الان خیلی دنبال جایی که آقا من مثلا اردیبهشت میاد من میگه من میخوام سپتامبر شروع کنم. خب
مثلا کانادا احتمالاً نمیشه تا حالا اپلای کنید ددلاین اصلا گذاشته فلان، مثلا آمریکا تقریبا نمیشه، ما ممکنه بشه، ممکنه ددلاین ندارن، خودشون میگن که ترجیحاً به خاطر مسئله ویزا تا 3 ماه زودتر از شروع پروگرام اپلای کنین. بعضی از دانشگاه‌ها ددلاین میذارن دیگه. زمان ایدئالش اینه که شما مثلا به نظر من 5-6 ماه زودتر از پروسه شروع در واقع تحصیلتون اقدام کنید و حالا کلا یه مقدار لحاظ زمانبندی چالش رو داره، ولی خب پوینتش اینه که انگلیسی زبان کشور و خب اون چالش زبان دوم رو دیگه ندارین و تا یه حدی تا یه حدود زیادی هم اون مسائل نجات پرستانه رو به عنوان خارجی ندارین. یعنی چیزی که حالا شاید تو آلمان و ایتالیا و کشورهای اطرافش باشه اون و خب شدتش خیلی کم. شاید کمتر بشه. پرسیدن که اگه شخصی هر دو شانس گرفتن ویزا و اقامت کانادا و اروپا رو داشته باشه شما کدوم پیشنهاد میکنید؟ خیلی این سوال شخصیه و خیلی به آدمو بستگی داره. من واقعا دوست دارم که یه زمانی در موردش صحبت بکنیم. یه ویدیو این مدلی داریم توی در مورد آمریکا و کانادا، در مورد حالا کانادا و اروپا یا آمریکا و اروپا هم میشه گذاشت. به نظر من بستگی به فردش داره، یعنی بستگی به اون آدمش داره. اون آدم بعضی وقتا ممکنه که توی کشوری مثل آلمان یا توی کشوری مثل انگلیس یا توی کشوری مثل هلند در واقع با توجه به سیستم هایی که اون کشور دارن زندگی بهتری داشته باشه. بعضی وقتا ممکنه توی کانادا یا آمریکا در واقع زندگی بهتری داشته باشه یا آرامش بیشتری داشته باشه. میگم این بستگی به آدم داره، خیلی مفصل، فاکتورها خیلی متعدده. حالا امیدواریم که ان شاءالله فرصت بشه یه ویدیویی در مورد این صحبت بکنیم، ولی اینجوری نیست که من بگم که اوکی پس واسه همه مثلا کانادا گزینه بهتری یا واسه همه مثلا چه میدونم. بعضم اینجا خیلی به لایف استایل آدم‌ها بستگی داره. یعنی چیزی که خیلی تعیین کننده است اینه که خب تیپ شخصیتیتون چجوریه. یعنی اون نمه کار کردنه یا حالت روتینه که حالا یه زندگی خیلی آروم با خدمات اجتماعی زیاد میخواین، خب اروپا گزینه خوبیه. ولی اگر دوست دارید اون سرعتتون و پیشرفتتون هم لحاظ درآمد هم لحاظ کمتر مالیات دادن به دولت بیشتر باشه، خب کلا آمریکای شمالی وضعیت بهتری داره و حالا کانادا یه چیزی بین آمریکا و اروپاست، ولی باز مالیاتی که میدین قطعا نسبت به اروپا کمتره و بعضیا راضی هستن که درآمدشون خیلی بالا نباشه، در حد رفاه و آسایششون کافی باشه، مسافرتشون رو برن راحت زندگی کنن، خیلی سیوینگ آنچنان وحشتناک و پول خیلی زیادی رو نخوان بهش برسن توی بازه زمانی کوتاه، ولی خب اون روتیناشون باشه. بعضی هم نه، دوست داره چون طرف 5 سال 6 سال 7 سال کار کنه، مثلا یه خونه لاکچری بگیره، ماشینای آنچنانی. خب این شاید تو اروپا به این راحتی تو 5-6 سال نرسیم، ولی شاید تو آمریکا کانادا با توجه به تخصصتون 5-6 سال بتونید در زمانی که شروع میکنید این موارد رو داشته باشید و این دیگه بستگی به ذهنیتتون داره و مسائل نجات پرستی هم اگه بخواید لحاظ کنید که قطعا اولویت آدم. آره حالا اینم بحثش مفصله، ولی همین در واقع اولویت به خاطر این میگم به آدمش بستگی داره، به خاطر اینکه اولویت‌ها فرق میکنه. یکی از مثلا ممکنه بگه که آقا مثلا این من اصلا دوست دارم فضایی برم که حالا یکی پست گذاشته بود نوشته که من مثلا خیلی ماشین و اینا دوست داشتم، گفتم ای مثلا میام اینجا مثلا این ماشین خفن یه جای اروپا بود میخرم فلان اینا خودشون همه با دوچرخه میرن مثلا خیلی ماشین ندارم، مثلا اولویتش نه اینکه پولشو نداشته باشن، پولشو دارن خیلی لازم مالی هم اوکی، ولی اصلا طرف میگه من ماشین لازم ندارم، من اینجا زندگی میکنم با دوچرخه میرم محل کارم برمیگردم فلان. این اصلا مایندست طرف فرق میکنه، میدونی؟ نمیگم تو آمریکا کانادا کسی اینجوری نیستا هستن، ولی خب از اون طرف هم مثلا آدمایی که مایندست رو ندارن. خیلی خوب خیلی طولانی شد. دست شما درد نکنه که با ما همراه بودین. خیلی خوب دیگه هم می‌ریم صحبت می‌کنیم رو کاور بکنیم. طبیعتاً یه سری سوالا باز موند. به شرایط دیگه هم می‌ریم صحبت می‌کنیم دیگه، محدود به در مورد چی؟ آره
کشور دیگه من دیدم استرالیا صحبتش هست. اتفاقا دوست داریم یه لایو در مورد استرالیا، خودش یه داستان مفصلی استرالیا، چیز متفاوت و جالبیه. جدیدن هم شرایطش یکم بهتر شده. یه مدتی تو کرونا کلا بستنش، اصلا مرز تعطیل بود. الان دوباره بعد کرونا شروع کردن الان خوب شده. هم انگلیس هم استرالیا الان اون سنتر انگشت‌نگاری و ایناش وی اف اسش تو ایران انجام میده و نیاز نیست خارج بشن. این خیلی دایره حالا تا 2000 کاملا باید این کارو بکنه. بعد دیگه جمع کردن رفت. خیلی هم خوشحال که در خدمتتون بودیم. آره خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. امیدواریم که در واقع بتونیم هفته بعدم در خدمتتون باشیم. حالا ممکنه تایممون یه ذره فرق بکنه. کامنت گذاشته بودین که این تایم خیلی ایدئال نیست براتون، بهمون بگین چه تایم ایدئاله تو طول هفته که حالا ما در واقع بتونیم عوض بکنیم، ولی سعیمونی که ان شاء الله هر هفته لایو داشته باشیم. مرسی ازت روحل جان، مرسی از شما بچه‌ها که امشب با ما همراه بودین. خیلی من حس می‌کنم مفید بود این لایو و امیدوارم استفاده کرده باشین. ما رو در جریان بگذارید که چه مسائلی دوست دارید، در مورد چه مواردی دوست دارید صحبت کنیم توی لایو و امیدوارم شاد باشین، شب آرومی داشته باشین. خدا نگهدار. قربونتون برم. خداحافظ.